6 سلبریتی برتر از نظر ضریب هوشی. 6مین نفر از این لیست مارک زاکربرگ. فیسبوک محبوب ترین شبکه اجتماعی جهانه که ضریب هوشی مؤسس فیسبوک 152 هستش. نفر پنجم از این لیست جورج کلونی. این بازیگر خوش‌تیپ با ضریب هوشی 157 به عنوان نابغه شناخته میشه. چهارمین نفر از این لیست کسی نیست جز بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت، یکی از موفق ترین کارآفرین‌های جهانه که با ضریب هوشی 160 یکی از نابغه هاست. سومین نفر این لیست ایلان ماسک، مؤسس شرکت آمریکایی تسلا، با ضریب هوشی 162 به عنوان نابغه تمام عیار شناخته میشه. نفر دوم این لیست کوئنتین تارانتینو. کوئنتین تارانتینو کارگردان معروف آمریکایی، حضورش تو این فهرست اصلا عجیب نیست و کافیه معروفترین فیلمهاش رو دیده باشید تا به نابغه بودنش پی ببرید. میرسیم به نفر اول. نفر اول رو شما حدس بزنید. به نظر شما نفر اول این لیست چه کسی هستش؟